درباره کرونا چی معلومات دارید؟ کرونا بیماری گذرنده است. کرونا را با چشم دیده نمیتوانیم. کرونا بیماری جانور بوده، از اشیاء گرد و اطراف و از آدمان به یکدیگرشان میگذرد. نشانه های اساسی بیماری کرونا کدام هایند؟ تب بدن و زلفه پیدا شد، نفس کشی دشوار میگردد. بعضا آدم سردرد و عصبانی میشود. دل به زوری گشایده میشود. مهمترین راه های پیشگیری از بیماری کرونا کدام هایند؟ در جاهای سیر آدم به نقاب طبی و دستپوشک‌های محافظتی گشت و گذار نمودن خطرناک است. با اشیای اطراف به دست نرسانید. بعد از سلفیدن و عقصه زدن تازه اشتن دستان. در درآمدگاه‌ها سنجیدن حرارت و پرافزول را در سدی‌های محافظتی به ضرر گرداندن حتمی است. با دست مالیدن گوش، بینی، چشم و روی عاقبت خوب ندارد. در همه جا و در همه حالت از همدیگر 1.5-2 متر فاصله گرفتن شرط و ضرور است. در خاطر داشته باشید که پیشگیری بیماری سرایتی کرونا نو کووید 19 از مسئولیت شناسی هر یک ما و شما وابسته است.